زبان چینی سخت‌تره یا آفریقایی؟ یا شاید هم سخت‌تر وجود داره؟ بیا تا با هم بررسیش کنیم. مورد آخر این ویدیو باز هم برمیگرده به ایران جذاب خودمون. زبان‌هایی توی دنیا وجود داره که شنیدنش هم سخته، چه برسه به یاد گرفتن و حرف زدنش. اما این تفاوت‌ها خیلی جالب. خیلی اما تصور می‌کنیم زبان‌هایی مثل آلمانی یا چینی سخت باشن، اما زبان‌هایی که ریشه آشنایی با زبان مادری ما ندارن سخت‌ترینان. در صدر سخت‌ترین زبان‌ها زبان کیومانگاریانه که توسط قومی در کامرون صحبت میشه. این زبان خیلی عجیبه، چون فقط با استفاده از صدای قطعی از آهنگ‌ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. زبان بعدی زبان اینوکیتوته. توسط قومی در آلاسکا و بخشی از کانادا صحبت میشه و یکی از زبان‌های ناشناخته در دنیاست، اما به صورت رسمی در حال مکالمه است. از ویژگی‌های جالب این زبان لحن‌ها و ضمیرهای شخصی پیچیده‌ایه که در گرامرشون استفاده میکنن. سومین زبان در منطقه دورافتاده نیست، اما قبل از اینکه این زبان جالب رو با هم بررسی کنیم، اگه شما تجربه رویارویی با زبان‌های غریبه رو دارید، واسمون از تجربیاتتون کامنت کنید. زبان والسر توسط قوم کوچیکی توی آلمان صحبت میشه، اما ریشه اون برمیگرده به آفریقا. به دلیل استعمارگری آلمان‌ها در آفریقا، این زبان به عنوان سوغات از جانب آفریقایی‌ها براشون به ارمغان اومد. در کشورهای غرب آفریقا مثل سنگال، موریتانی یا گامبیا این زبان رواج زیادی داره. ساختار گرامری پیچیده و کلمات و صوت بسیار متنوع داره. از الفبای لاتین استفاده میکنه و به خاطر همینه که تا قلب آلمان رسوخ کرده و دارای صوت‌های ناحیه‌ایه. زبان بعدی زبان ناوی که حدود 100,000 نفر به این زبان صحبت میکنه. این زبان در ناحیه آمریکای شمالی صحبت میشه و از ویژگی‌های جالبش خوش‌آوا بودنشه که از طریق تغییرات در بلندی و کوتاهی صدا تفاوت‌های معنایی رو ایجاد میکنه. قوم نواهو به این زبان صحبت میکنن و در مکالمات خانوادگی، آیین‌های مذهبی و آهنگ‌ها و رقصاشون نقش مهمی داره. این زبان به زبان هندی‌های آمریکا هم مشهوره. زبان پیراها، آخرین زبان از دست زبان‌های برزیلی. در این زبان عجیب هیچ کلمه‌ای برای بیان رنگ‌ها وجود نداره. بعضی از بومی‌ها با کلام قادر به برقراری ارتباط با هم نیستن و در سکوت همدیگر رو متوجه منظور خودشون میکنن. این زبان از نظر فنی دارای دو کلمه نور و تاریکیه و همه چیز رو بر اساس اون بیان میکنن. تقریباً چیزی حدود 1000 نفر به این زبان صحبت میکنن و در حال از بین رفتنه. اما در زبانهای شناخته شده دنیا زبان چینی یکی از سخت‌ترین هاست. در این زبان چیزی نزدیک به 2000 کلمه آوایی وجود داره. چینی‌ها برای گفتن کلمات خودشون از حروف تصویری استفاده میکنن. یعنی برای ایجاد یک کلمه از 3 تا 4 حرف تصویری بهره میبرن و همین موضوع زبان اونها رو پیچیده تر کرد. اما قبل از اینکه مورد آخر رو ببینیم، به گوناگونی زبان‌ها و لهجه ایران خودمون هم فکر کن. نکات جالبی دستت میاد. اما مورد آخر زبان لکی خودمونه. شاید به دلیل نزدیکی این زبان به گویش لری به عنوان لهجه‌ای از لری حساب شه. اما در واقعیت این زبان بیشتر ریشه در زبان کردی داره. اما با خصوصیات منحصر به فردی که داره، اون از زبان کردی متمایز کرده. این زبان توسط قوم‌های ساکن در مناطقی از ایران مثل لرستان، خوزستان، کردستان و کرمانشاه و حتی کردستان عراق تکلم میشه. زبان لکی دارای سیستم صوتی پیچیده‌ایه. صداهای ناهمخوان و حروفی در سطح بالا و کلماتی گسترده داره. این زبان در مراسم و آیین‌های قوم لک مورد استفاده قرار می‌گیره.